سلام رفقا، چطورید؟ من اسم تیرچم هستم. به یه ویدیوی جدید خوش اومدید. ما باز اومدیم. مگه بدون خز و خیلا میشه؟ نه نمیشه. بازم تو این ویدیو واسهتون خز و خیلا رو آوردیم، ولی این دفعه پارت 5 خز و خیلا. پشمام پارت 5شو. اگه تا اینجا پارت های قبلی رو ندیدید حتما این بالا واسهتون میذارم. الان یه چی نواری میاد این بالا، پارت های بعدی میذارم واسهتون اینجا. بعد از تماشای این ویدیو میریم پارت های بعدی رو میبینید، چون که اونا فوق سمیه. و یادتون نره که اگه با این ویدیو حال کردی حتما لایک کنید و کامنت بذارید و اگه چنل ما سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم اولین نفری باشی که ویدیومو میبینی. بریم ما هم دیگه ویدیو رو ببینیم. برو بریم. پشمام این چیه؟ عمو تو با این سنه دادم باید خفگیری میکردی. تو الان باید به نوه نتیجات بستنی بخری. زشته با این چی؟ حماسه دیگر از اسی پشنگ. آبروی بنده رو ببرم واقعا براشون متاسفم. یه سلبریتی آیا حقش اینه که آبروش بره؟ یه سلبریتی آیا یه سلبریتی برو پشنگ برو پشنگ. از این کاکتوس های ململانی به بدن بزنید که رنگ و رخ ملمنانی شهشهانی چهچه تون اوکی بشه، حالتون خال دلتون سالار. نکنه میخوای بخوری تو سرت بکنن کاکتوس. جانم خدادوست زیبا، استفاده از محصولات ارگانیک خداوند. سالار کاکتوس به بدن میزنم والا. تو دستشویی پرپرانی میزنی داداش. ببین آقا ببین داشتمون لاتیش باره. ابرو قشنگ هم پشته اینجوری. شما نر باش و خرازده بکن، ما مرد میمونیم سگ بازی میکنیم. به مولا که تو فقط داشتمی، به مولا که عشقی فقط. یه نکته خیلی خیلی مهم، خب بهترین مکان برای تجسم و تخیل حمومه و رسیدن به آرزوها رو خیلی خیلی آسان میکنه. چشماتو میبندی، آب دونه های آب داره بر سرت میخوره. بیا فرض کن دونه های آب سکن پولن که دارن بر سرت میبارن و یه عالم اشرفی طلا و پول. داداش میریم حموم چشامونو میبندیم داستان عوض میشه. بعد چند دقیقه به آرزومونم میرسی. خیلی خوبه. من تصور این همه خوشبختی برام سخته. ترجیح میدم همون قطره آب بباره سرم. نمیشه بریم همون تجسم کنیم یه دفعه پلنگ، یه دفعه ببینیم جلومون نشسته. برو بهرام اینجا جاش نیست. برو پاشو بینم. پس از سالها تلاش بالاخره قاتل بروسلی را پیدا کرد. آنچه مشاهده میکنید تمرینات استاد هستند. وقتی میگه آقایون بوکسر خیلی اینو خوب اومد. نمیشناسی؟ من شاقی نیست اینستاگرامم. قاسم محمد رضا گلزار بدل منه. میگم آره من امروز کنسرت دارم برج میرم. میای؟ آره دوست دارم شما میام. محمد رضا گلزار خرت دایی. اون کی باشه که تو اسم اونو میاری؟ ولی قاسم هم خوب دافی ها. ولی قاسم هم مخ خوب دافی رو زد. تو شانسی داره بگم داره معدوز دیگه. من نمیخوام از اون دیر نمیخوام ثبت کنم برنامه رو بینم. مثلا خواهر زاویه است، خواهر چال گونه، خواهر برآمدگی، کوههای آلپ و کوههای به وجود آمده در صورت این انسانه. من نمیدونم این چیه، به چی میگن. انگار 5 تا زنبور سمت چپ، 5 تا زنبور سمت راستشون نیش زده. اون زنبور نیست، انگار 2 تا به شکل موازی در دهانش فرو رفته و دهانش
تقارن هم داره. جالبش اینه نگاه کنید تقارن رو میبینید اینجا تقارن یه طرف بزرگ و کوچیک هم حتی نیست. از دست دادن من مثل از دست دادن یکی از دندونای جلوته. هیچ وقت دیگه مثل سابق نمیتونی بخندی. ای خدا از دست دادن تو مثل ان توی توالته، اگه بره هیچ وقت نمیتونی برش گردونی. داره چی کار میکنه با گل؟ یا خدا، زده بالا، خیلی زده بالا، وضع خرابه، اوضاع خیلی خیته. گله میگه من گلابم اومد، گلم بلند شده، نمیتونم صحبت کنم. برو لعنتی. نه به من نشون نده، من تحملش ندارم. تو رو خدا بگید نگاه نکنه، من میترسم، خواب نمیرم. صدا چی بود؟ هر کی میگه عاشق شدن کار بدیه، اتفاقا عاشق شدن کار درستیه. بله. هر کی میگه عاشق شدن کار بدیه غلط کرده. میدونی چرا؟ چون عاشق شدن کار درستیه. خیلی عقب موندی. چون عقب مونده ای. چون اونا منفعتو در نظر گرفتن، ما معرفتو. تو زندگیمون از کسایی ضربه خوردیم که حتی دلمون نمیومد ازشون دلخور بشیم. سخت‌ترین زبان دنیا زبون آدمای زبون نفهم. من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، ولی اداشو خوب در میارم. چرخ زندگی خوب میچرخه، منتها همیشه هر خودمون رد میشه. دیگه نمیتونم آخه ببینمه یه بار دیگه، بذار ببوسمه، میگم بهت عزیزم جون من، نشو اینقدر تو حیرون من، بیا تو دارم از جون دل واسه تو میزنم گریه کنم. لعنتی، اگه تا الان اینجا ویدیو رو لایک نکردی حتما لایک کنید. خدا رو شکر اون تاپ رو نپوشید، بدن سفیدش معلوم بود. چیکار بدن سفیدشش معلومه، هم فن پیجشین، یعنی کاراشو دنبال میکنه. ببینید من نمیدونم انقدر دایرکت فیلتر نیست، اون لباش اینطوریه. عمل زیبایی کردی واقعا نمیدونم، نمیفهمین. من عمل زیبایی خاصی نکردم. من عمل کردم، ببخشید من عمل کردم، شما ناراحت نباش. لب که جز عمل زیبایی محسوب نمیشه. لب جز عمل زیبایی محسوب نمیشه، جز عمل ریدمانی محسوب میشه. این که اون دماغ منه، دماغ ایشون نیست. دماغ ایشون نچراله. شدم خدا دادیه، یه ابروهاش هم که خدا دادیه. ذره فقط بوتاکس کردم، گونه‌ام هم طبیعی، فقط دماغمو یکم عمل کردم، اونم یه کوچولو اندازه نخود، حس خرما. پالیپ داشتم، وگرنه من طبیعیم. نمیدونم چرا انقدر حسودی. ما دیگه آرایش و موج مصنوعی اینا هم که دیگه جز عمل زیبایی محسوب نمیشه. ببخشید عزیزم، اینا چش نره شما رو ببینن. شما به بزرگی خودتون ببخشید. شما به بزرگی خودتون ببخشید. دوستان عزیزی که دنبال یک اکسشن کار خفن می‌گردی، فقط آیدا رو میتونم بهتون معرفی کنم. همیشه مزاحم من و زحمتشو میکشه برام اکسشن میکنه، ازش خیلی راضیم. پیج رو فالو کنید و حالش رو ببرید. در ضمن هم انگار آیدا اون پایینه. دوستان عزیزی که اکسشن نیاز دارن، آیدا رو بهتون معرفی میکنم. تا الان اینجا خودت اپیلاسیونی، ما الان اینجا اپیلاسیون شدیم، پشما همه ریخ قیافت رو دیدیم، هیکل تو ریختیم، نیازی به هم اکسشن نداریم. ما همینجوری اپیلاسیون شدیم بسه. لامصب آقا تختی اینقدر مدال آویزون نکرد به خودش. تن سرویس قشنگ آیدا رو بدبخت کرد. بیچاره آیدا چه گوخوری خورد به این تبلیغ داد.
خب تا اینجا که صمیمی شدین کافیه دوستان عزیز من. اگه تا اینجای ویدیو با ویدیو حال کردید حتما اون دکمه لایک رو بزنید، اون لامصب دیگه ویدیوم بره بالا، بقیه بیان ویدیوم بیشتر ببینن، من یه خورده انرژی بگیرم ویدیو هر روز ویدیو بذارم. دمتون گرم. یادتون نره کانال من سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم فعالش کنید که هر موقع ویدیو میذارم سریع با خبر بشین و بیاین ویدیومو ببینید. یادتون هم نره که اگه هر نظری داری انتقادی داری حتما توی کامنت بنویسید، میخونم و جواب میدم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی پیس.